افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام اصلا کنیم بیبی. انا شب هم رسید، وقتی افسانه گویی شد. شما آماده اید؟ امروز من برای شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه تدبیر خرگوشچه ها را خوانده میدیم. اینک آماده اید؟ بود نبود در یک زمانی، در یک مکان بیشه بود ناپیدا کنار. در آن بیشه پلنگی بود بیرحم. پلنگ خود را پادشاهی جانوران خوانده اعلان کرده بود که هر جانوری در بیشه زندگی میکند عهده‌دار است برای او صید بیاورد و هر جانوری که فرمان را اجرا نمیکرد جان از دست میداد. همگان از پلنگ می ترسیدند. او را بد می دیدند جانوران، ولی نمی دانستند چی کار کنند. جانوران به ظلم پلنگ تاب نآورده هر کدامی به سوی گریخت و جان به سلامت برد. در آن بیشه به جز روباه پیر و خرگوش ها جانور نماند. روزی پلنگ سر از خانه برآورد و به چار سوی چشم انداخت، ولی جانوری به سلام او نآمد و صیدی برایش مهیا نشد. گرسنه نماند پلنگ. از خانه‌اش بیرون رفت بیشه را خالی دید. در قهر شد، نعره کشید دهشت آور و حد دهشت آور که شاخانی ارچه و صنوبر و توس چون از شدت باد لرزیدند. چند خرگوش که در این نزدیکی ها سر به پناه برده بودند روی به گریز آوردند. می گریختند و ناخواست بر روباه برخوردند. ترسوها کجا می گریزید؟ از کی ترسیدید؟ پرسید روباه. روباه خاله، ما از خشم پلنگ ترسیده گریخته ایستاده ایم، گفتند خرگوش ها. اگر از جانت سرده شده باشی تو هم گریز. کجا می روم من؟ ناز کرده گفت روباه. اینجا وطنی من اینجا زاییده شدم. در اینجا خدا را شکر به سن پیری رسیدم. فقط همینجا از دنیا چشم پوشیدنیم. شما جانورکانی نادان نمیدانید که راه خلاصی از پلنگ چیست؟ نمیدونیم گفتند خرگوش ها. تو را جانوری هوشیار و دانا میگویند که تو گرگ رو هم و دام افتانده ای. شغال و خیرز رو هم. روباه جان دیگه ما چی کار کنیم؟ روباه عیار به خرگوش ها فهموند که با چه راه میتوان پلنگ را فریب داد و از جبر او خلاص شد. خرگوش ها سخنانی روباه را شنویدند و پسندیدند و به جستجوی پلنگ رفتند. دیری نگذشته زیر درختی عظیم با او روبرو شدند. خرگوش ها پلنگ را دیده شاخ شده ماندند.
اگر سخنانی روباه به خاطرشان نمی آمد کی می داند حالشان چی می شد؟ مصلحت روباه را به یاد آوردند و به خود آمدند و به سوی پلنگ تعظیم کردند و سلام داده گفتند: پادشاهی کلی جانورانی جنگل، ما آمدیم تا نزد تو قرض سلام به جا بیاوریم و هدیه های خود را بسپاریم. اما از را پلنگی برآمد و هرچی داشتیم از دست ما بگرفت. پلنگ گرسنه از این خبر به غضب آمد و فریاد زد: چه گپی دروغ میگویید شما ترسونچک ها؟ در این بیشه بغیر از من پلنگی نیست. من پادشاهی این بیشه هست. گفتند خرگوش ها: عیناً مثل تو بزرگ و خشمگین. کجاست آن بیشرف؟ نعره کشید پلنگ: او را به من نشان دهید. اگر دروغ گفتید شما را پاره پاره میکنم. ای بزرگی بیشه، دروغ نمیگویم. نه گفتند خرگوش ها: همراهی ما بیای، خودت بود که ما تو را فریب دادیم یا نه؟ خرگوش ها پلنگ را به نزد چاه آوردند و گفتند: انا این است خانه آن ناسپاس. پلنگ به لب چاه آمد و درون آبی آیینه‌وار صاف چاه عکس خود را دید، ولی گمان کرد که آن پلنگ حقیقی است. دندانهایش را خشمگینانه غیچی را سنانده آتش گرفت و نعره کشید. پلنگ درونی آب نیست گویا در جواب دندانهایش را غیچی را زناند و مثل او نعره کشید. طاقت پلنگ طاق شد و فریاد زد: ای نابکار، مرا باز مسخره میکنی؟ حاضر من به تو نشان میدهم. گفت و خشم آلود خود را به چاه انداخت و بعد فرصت صدای از او دیگر بر نآمد. خرگوش ها باشندگان بیشه را جمع آوردند. روباه کرنای نواخت و خرگوش ها تبلک زدند. آهو سرنای کشید و بز دایره زد. صدای کرنه و تبلک و دایره و سرنای را شنویده از 4 طرف جانوران گرد آمدند. بزمی برپا شد و هنوز هم آن بزم دوام دارد. هر کس که به دیگران ستم کند مثل آن پلنگ ظالم جزایش را خواهد دید. انا حسلکانی بیبی، افسانه ما به آخر رسید. فکر میکنم افسانه برایتان معقول شد. برای یکایک شما حسلکانی بیبی خوابی خوش خواهادم. با شما بودم. بیبی شما براحت بانو. شب بخیر. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین